نیروهای امنیتی افغانستان میگویند در زیر فشار آنها آشوبگران طالبان روزهای اخیر به نزد مرز تاجیکستان عقب نشینی کرده اند. ما از ساکنان نزد مرزی ناحیه فرخار پرسان کردیم که در تحولات اخیری که در آن سوی مرز میگذرد چی نظر دارند. میشنویم مو علاخون هم میشه مو خدمت کردگی دیدگی همارد زنکا علاخون میشوند. همیشه صدای تیر بود نبود چی خیلی بود؟ نبود امشب تنج بود امشب دین شب بود پر شب بود. تو آواز تیر هم میشنوی؟ بعد میترسی؟ کو گبزه آواز تیر چی خیلی میشوه؟ میپرونه میترس میشوه. فقط شوا میپرونه؟ تاق خب چه خیلی میدونیم 2 شب پیش یا 3 شب پیش صدای تیر بلند شده بود. شما هم صدای تیر را شنیدید؟ هرچند در نزد میگیم که مرز زندگی میکنیم. صدای تیر میآید میشنویم داکو میترسن. گاه شب میشه گاه روز میشوه میشوه دویم هست صدای تیر. سالداتو را اینجا میبینیم بعد رفت اومده شما؟ میروند. کی صدای تیر هم خیلی بلند شده بود؟ 3-4 روز پیش بود. گاه میبرویه گاه نه 3 روز نمیزنن بو هم خیلی بو میزنن. یکون وقتی هست که شب تا روزا میزنن. خیلی آوازش بسیار میاد. روزا است کدام وقت دا میشه روزا؟ همین روزا گاه میشه که ای سحر تو عبید یا که ای عبید تو بگه. خیلی دویم وقت هست.